اجازه بدهید یک سری به مزدوران جهان باستان بزنیم. زمانه حمله سهمگین اسکندر مقدونی به قلمرو هخامنشیان. ممنون پسر تیموکرات از اهالی جزیره رودس یونان بود. این بار اما ما با خانواده مزدور مواجهیم، منتور و ممنون. منتور برادر بزرگ ممنون بود که به خدمت آرتاباز حاکم هخامنشی فریگیه درآمد و به واسطه ازدواج آرتاباز با خواهرش پله‌های ترقی را طی کرد. حالا این سه خواهر و برادر زیر پای آرتاباز نشستند و او را ترغیب به شورش علیه اردشیر سوم هخامنشی نمودند. اما شورشیان به سختی شکست خوردند. منتور به مصر فرار کرد و ممنون و خواهرش به فیلیپ مقدونی پناهنده شدند. ولی هنوز بخت از این خانواده مزدور برنگشته بود. مدتی بعد منتور مورد عفو اردشیر قرار گرفت و به واسطه اطلاعات ذی قیمتی که از مصر داشت کمک مهمی در سرکوب شورش مصریان نمود. به این ترتیب با وساطت منتور بقیه اعضای خانواده به ایران برگشتند. پس از مرگ منتور، ممنون رودسی با همسر برادرش ازدواج کرد، زنی پرماجرا به نام بارسینه. گفتن این حرف امروز عجیب به نظر می رسد، ولی بارسینه در واقع دختر آرتاباز و خواهرزاده منتور و ممنون بود که به نوبت به همسری آنها درآمد. و عجیبتر این که بعدها پس از پیروزی اسکندر مقدونی معشوقه او شد و پسری به نام هراکلیوس برایش به دنیا آورد. به هر حال شهرت ممنون رودسی به خاطر این مسائل خانوادگی عجیب نیست، بلکه عمده معروفیتش در تاریخ به سالهای پایانی عمرش باز می‌گردد. یعنی زمان حمله پارمنیون سردار فیلیپ مقدونی. گفتنی است که ممنون بسیار علاقه‌مند بود که فرماندهی عالی سرزمین‌های غربی ایران به او سپرده شود، اما پادشاهان هخامنشی هیچگاه به این شورشی سابق اعتنا نکردند. با این وجود ممنون رودسی کسی بود که با تمام وجود برابر نیروی 10,000 نفره پارمنیون به خوبی مقاومت کرد و او را در نبرد گرینیوم وادار به عقب نشینی نمود. در سال 336 قبل از میلاد فیلیپ مقدونی طی یک توطئه درباری به قتل رسید. انتظار می‌رفت پسرش اسکندر درگیر مسائل داخلی شود، اما این گونه نشد و به زودی هزاران مقدونی متوجه اراضی ایران شدند. در جلسه شورای فرماندهان ممنون قویاً معتقد بود که ایرانی‌ها توان مقابله با چنین لشکری را ندارند. طرح او این گونه بود: ایرانی‌ها عقب نشینی کنند و با اتخاذ سیاست زمین سوخته تمام منابع آب و غذای خط لشکرکشی مقدونی را نابود کنند. از سوی دیگر نیروی دریایی ایران جزایر دریای اژه را تسخیر کند تا خط اتصال اسکندر به مقدونیه کاملا از بین برود. آنگاه دریانوردان به خود مقدونیه حمله کنند. اما دیگر فرماندهان ایرانی معتقد بودند که کاملا توان ایستادگی و نابود ساختن یکباره مهاجمان مقدونی را دارا هستند. به زودی نبرد بزرگ گرانیک آغاز و لشکر پارسیان نابود شد. متاسفانه داریوش سوم خیلی
دیر متوجه درستی استراتژی ممنون شد. به همین سبب بالاخره فرماندهی جناح غربی امپراتوری را به او سپرد. از این پس خطرناکترین مأموریت تمام عمر پرماجرای ممنون آغاز شده بود. او با 300 کشتی فینیقی، مصری و قبرسی و 10,000 مزدور به منظور قیچی کردن پشت جبهه اسکندر و سپس حمله به مقدونیه، تسخیر جزایر دریای اژه را آغاز کرد. در این حین دموستنس خطیب توانمند آتنی شروع به تجهیز و بسیج آتنی‌ها و چند دولت شهر دیگر برای اتحاد با ایرانی‌ها به منظور مقابله با امپریالیسم مقدونی نمود. اما متاسفانه اسپارت‌ها جانب اسکندر را گرفتند و بدتر این که ممنون رودسی در اوج عملیاتش به صورت ناگهانی درگذشت. گویی از عرش اعلا بر طبل پیروزی اسکندر کوبیده بودند و بخت و اقبال نیز با او یار بود. برخی مورخان عقیده دارند که اگر فرماندهی جناح غربی از همان ابتدا به ممنون رودسی داده میشد، چه بسا مسیر تاریخ تغییر